ملیکه و آمینه هر روز به نزد اولمبی می آیند. آنها همدرسند. در صنف سوم و در یک مکتب میانه ناحیه مومن‌آباد می‌خوانند. اولمبی محجوب است. به سبب یخ بستن راه‌ها و درس رفتن نمی‌تواند. از آغاز تحصیل بیش از یک هفته گذشت. ملیکه و آمینه درس‌ها را با اولمبی تکرار می‌کنند تا او از دیگران عقب نماند. خیلی درس بخوام نه ای طلبامون ای درسم راضیم آینده دکتر اپریشنی. ملیکه و آمینه در روزهای بی‌برفی اولمبی را با نوبت به مکتب میبرند. میگویند اگر روز همدرس خود را نبینند احساسی آرامی ندارند. اگر نروم مکتب می پیشش میگیم که می نویسیم قطعش وظیفه خانگی را با قدر بازی میکنیم بعد میریم خونم. خانواده اولمبی در 3 ماهگی او آگاه شده اند که پایش نقص دارد. معالجه را از آن وقت شروع کرده اند. مادرش میگوید طبیبان راه نگشتن اولمبی را به مشکل معاینه سر ربط داده اند. در 2 سالگی یک جراحی را پشتی سر کرده است. پیوندان امید دارند او را در خارج طبابت کنند. طبیبای خودمان یگان گپ نزدن نه که ما یافتیم دکتری که نشان دادیم مثال چیزای توموگرافی میره گفتن که بیارین ما مثال در اینجا میکنیم توبت میشه و توبت شونده ما هم مبلغ نتونستیم به دست آورده که دخترچمونه ببریم. ناحیه مومن‌آباد کوهستانی است و خانه اولمبی در یک بلندی جایگیر است. مکتب هم از خانه آنها 1 کیلومتر دور. مادرش میگوید او را به مکتب گذاشتن تا سواد آموزد، دوست بیابد و از جامعه عقب نماند. در ایام سرد و بارانی به مکتب نمی رود. حالا راهی اولمبی از خانه تا مکتب پر از برف است و یخبندی. مکتب من دوره. راه می رفتگیمون کتل بردن آوردن مدقینه. ایمای دکبر میشه دختر من مکتب نرفته. یخبندی بردن نمیشه و در همی مدت دختر من در همی خونه کتاب زبان مادرش خونده قطعی دباناش میسته. خانواده‌اش برای اولمبی عربه مخصوص ساخته اند. هر روز با یاری آن راه می رود. باور دارد روز این رو از خود دور می کند و با پای خود به مکتب می رود. ملیکه و آمینه هم او را تشویق می کنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه مومن‌آباد.